خب با نام و یاد خدا، اگر ما در سایت ثبت نام کردیم و رمز عبور خودمون رو فراموش کردیم، برای اینکه رمز رو دوباره به دست بیاریم کافیه وارد سایت بشیم، کلید این ورود رو بزنیم. رمز عبور را فراموش کردم، این کلید رو فشار میدیم. آدرس ایمیلی که باش در سایت ثبت نام کردیم رو وارد میکنم. و بعد کلید درخواست تنظیم مجدد رمز رو فشار میدم. خب یک ایمیلی برای من ارسال میشه که در واقع رمز جدید رو برای من اونجا میفرسته. من وارد ایمیلم میشم، روی ایمیلی که روی پیامی که سایت فرستاده کلیک میکنم، این کلید بازیابی رمز عبور رو میزنم. اینجا دوباره رمز دلخواهی که میخوام رو وارد میکنم. من اینجا رمز رو وارد میکنم. دکمه بروزرسانی رو میزنم و رمز من تغییر میکنم. حالا اینجا دوباره اتوماتیکوار وارد قسمت ورود به حساب کاربری میشم. نام کاربری رو که در واقع موقع ثبت نام زدم اینجا وارد میکنم. رمزی رو که تغییر دادم رو اینجا وارد میکنم و دکمه ورود رو میزنم و به حساب کاربریم وارد میشم. با تشکر از توجهشون.